عزیزان، حالا میخوام یک جمله طلایی دیل کارنگی را در کتابی چطور تشویش و هیجان را پشت سر کنیم تا حیاتمان آرام و شاد گذرد را برایتان بخوانم. دیل کارنگی می نویسد: برای آنکه با عادتی به تشویش افتادن غالب بیاییم، هنوز که آن به ما غالب نشده است، یک چیز را فراموش نکنیم و آن هم این که به میده چویده های زندگی و آن هم گذشته توجه نکنیم. زیرا با میده چویده های گذشته ما زیبایی امروز زندگیمان را از دست می دهیم. امروز نقد است، امروز ثروت است، امروز شما می توانید شاد باشید و شادی امروزتان را به خاطر میده چویده های گذشته تان خراب نکنید. با مرکز خرد بمانید تا بهترین ها را بخوانید.